بسم الله الرحمن الرحیم. من شبیر احمد شرقی هستم. شما را به درس سوم یا ویدیوی سوم زبان و برنامه‌نویسی جاوا خوش آمدید میگم. در ویدیوی دوم که بود ما فقط گپ زدیم که system.out.println چی میکنه، چه قسم میتونم خروجی بگیرم، system.out.print وظیفش چی است، دیتا تایپ چی است و وریبل چی است. در ویدیوی قبلی فقط دیتا تایپ و وریبل تعریف یا تشریح کردیم چی است و گفتیم نوع دیتا تایپ داریم و وریبل هم گفتیم چی است که یک کانتینر فقط چی میکنه، یک دیتا رو نگاه میکنه. اینالی اینجا مکمل بحث ما در ویدیوی موضوع دیگه سر چی می باشه؟ سر وریبلز نباشه که مو ساده بگویم وریبل هدفش یک متغیر میشه که یک کانتینر که یک دیتا رو به شکل موقتی که خود نگاه میکنه. اینالی به خاطر که من بتونم در داخل زبان برنامه‌نویسی جاوا وریبل بسازم، ما باید اینی استراکچر یا اینی دستورالعمل را داشته باشم که نالو به خاطر اجرا کردنش اول باید دیتا تایپ وریبل مشخص کنم. یعنی هدف از دیتا تایپی میشه که من به اینی کانتینر چی میخوایم یعنی اضافه کنم، نگاه کنم. تکست است، متن است، کاراکتر است، اشاری است، اعداد بزرگ است، اعداد کوتاه است، چی است. دیگه باید وریبل نیم مشخص کنیم، هر نام که میخوایم بتونم اختیارم و مساوی نظر به دیتا تایپ ولیویش مشخص میکنه. کنال نظر به می استراکچر اگه من یک وریبل ساده بسازم، اینال به خاطر از اینکه من بتونم وریبل چی بسازم، استرینگ بسازم. خب مثلا میگم که for creating string مو وریبل ما باید اول دیتا تایپ مشخص کنم که چی میشه، استرینگ میشه، یعنی وریبل میسازم استرینگ، وریبل نیم میشه و مای نیم. اینا در داخل جاوا یا زبان‌های برنامه‌نویسی که از به خاطر ساخت وریبل و بعض قوانین دارم که وریبل ما کت نمبر استارت کردن نمیتونم، یعنی وریبل باید کت نمبر استارت نشه. و اگر وریبل ما که چندین لغت داشت، مثلا مای نیم دو لغت شد، اینا یارو جدا نوشته کردن نمیتونم، یا یارو مجبور هستم که کت اندرسکور کت که دیگه یک جای کنم یا به این شکل یک جای نوشته شد، چی به این شکل باشه چی به این شکل باشه اختیار بدم. خب ما وریبل ساختم که دیتا تایپ هم تعیین کردم استرینگ شد، وریبل نیم هم تعیین کردم مای نیم شد و این قسمت نیم ولیو از این مشخص میکنیم که نال ما چی استفاده کردیم، استرینگ هم گفتیم چی میشه، کلکشن اف کاراکتر که باید داخل چی نوشته شده، داخل کوتیشن نوشته شده که برش میگم که مثلا نام ما از شبیر احمد شرقی، پس را سمیکالن بستش میکنیم. نال ما میخوایم که وریبل دیگه بسازم به خاطر چی؟ به خاطر اینتیجر. پیش از اینکه بولین اینتیجر بسازم من میره اگه اوتام میکنم چی؟ ما پس نشان بده هر چی که ولیوی مای نیم است، سیوش میکنم، من رن میکنم، در داخل کانسول به من نشان میده شبیر احمد شرقی. اینال شبیر احمد شرقی از کجا آمد؟ خب وقتی که من برنامه رن میکنم جاوا کل برنامه رو میپاله که چی به خاطر اوتپوت دادن، یعنی چی کار باید اجرا کنه. خب میبینه که یک وریبل داره میره کار نداره، میفهمه خب یک کانتینر یک دیتا داره خلاص. اینال من که چی سر میخوره؟ پرینت سیاست که وظیفه پرینت هم میفهمه به خاطر چی نباید یک چیز اوتپوت بده. اینال در داخل پرینت ما داریم مای نیم که از بعضی یک چیز ناشناخته است، مای نیم من نمیشناسه که چی است. اینال کل برنامه رو میپاله که چی را پیدا کنه، مای نیم پیدا کرد، خود از زیر کار نداره، چی را ضرورت داره، ولیوی از زیر ضرورت داره که در داخل از چی نوشته است، شبیر احمد شرقی. و من چی نشون بده؟ شبیر احمد شرقی. اگر میره تغییر بدیم به یک چیز دیگه، مثلا با لیو مسی مثلا سیوش میکنم، رن میکنم، در داخل کانسول چی نشون میده؟ پس به من لیو مسی. خب این بود به خاطر از این. میایم اینجا میگم که چه قسم میتونم یک وریبل بسازم که باید یک عدد ذخیره کنم. اینا رو میگم مثلا for creating integer variable اول باید دیتا تایپ مشخص کنیم که چی میشه، انت میشه. مثل از دیگه مکمل استرینگ نوشته میکنیم، کوتاه انت نوشته میکنیم. اینا رو میتونیم اینجا اینتیجر هم نوشته کنیم، فرق نمیکنه، مشکل خلق نمیکنه. وقتی که باز را پر کلاس تشریح کنیم اینو مکمل یاره میگیم. حالا فقط ساده چی استفاده میکنم؟ اینتیجر. مثلا برش میگم مای ایج مساوی شوه به عبد و میگم پس به من اوت کن نشان بده هر چی که در ولیوی مای ایج است. سیوش میکنم. خب میایم در کت ترمینال رن میکنیم، کلیر میکنم که آسانتر میشه، جاوا اپدات جاوا لیو میسی سنشان ابدا. اینال میایم وریبل میسازم که چی باید ذخیره کنم، مثلا بولین ذخیره کنم.
میگیم که مثلا for creating همون بول وریبل اینی کارو میکنیم داتا تایپ بولیان از میل مساوی شود به مثلا و میخوایم نشان بده اوتکو به ما چی را هرچی که ولیوی از میل است. ترمینال پس نیم کلیر میکنیم نیم رنش میکنیم و ما پس ولیوش نشان میده ترو. نیم سر دیگهش مثلا for creating double variable کار را که میکنم چی میخوایم بسازم دبل نام وریبل هم جی پی مساوی شود به ولیو ما که 3.1234 میشه و یک قسمت ها میگیم به ما نشان بده system.out چی را جی پی میگیم قسمت پس رنش میکنم. شما میتونید از این قسمت ها برند کنید. خب به ما این شکل ساده تر در کنسول پس هم ولیو هر چی که به ما نشانش میده. اینالی این خواهم خو یک وریبل دیگه باید بسازیم. مثلا میگیم که for creating character variable کار که میکنم چه میسازم؟ کرکتر میسازم. مثلا میگیم برش گرید مساوی شود. کدام گرید هستیم؟ گرید چرا سنگل استفاده کردیم؟ به خاطر که قانون کرکتر است. کرکتر باید داخل چی نوشته شود؟ سنگل کوتیشن. و این قسمت ها میگم پس به من اوتکو نشان بده هرچی که ولیوی گرید است. سیف میکنم میگم پس یک کلیر میکنم میگیم جاوا جاوا کلش دانه به من نشان میده. یعنی اینی 5 وریبل که بود در جاوا فعلا استفاده بیشتر نسبت به دیگه دارم. یعنی خب وقتی که یا اندروید دیولپمنت کار کردیم یا مثلا دسکتاپ اپ دیولپمنت کار کردیم اونجا هم که از چیز را که زیاد استفاده میکنیم لانگ و شارت است. باید تا قدر استفاده نمیشه. خب بنابراین به خاطر که از زیاد بتونم استفاده کنم مثلا چی میخوایم بسازم؟ یک وریبل بسازم که مثلا for creating byte variable فقط نام دیتا تایپ بایت میشه. مثلا برش میگم نمبر مساوی شود. یعنی مثلا برش میگم که ولیوشا 13. اگر بگیم اوت کنم نشان بده چیه؟ نمبر. سیو میکنم میام داخل کنسول رنش میکنم من چی که ولیوش است نشانش میده. اگر من بزرگتر از 128 بسازم یا هم چی داریم اینجا هم خودش ایرور میده. با کنترل زید هرچی که نمبر از به من نشان میده. میایم مثلا لانگ وریبل میسازم شورت میسازم مثلا for creating short variable فقط کار که میکنم شارت استفاده میکنم شارت انت میسازم ولیوش هم شود مثلا شارت نمبر مساوی شود. اینالی ولیو میتیم برش مثلا 3012. اینالی قسمت انت رسوم میکنیم ازش فقط وریبل شارت میسازم به این شکل و اینجا میگم با ما اوتکو اس نمبر سیفش میکنم پس میام داخل کنسول و مرجی که ولیوش است نشان میده. اگر از 32000 ما بالاتر ببرم چی میده؟ ایرور میده. و اگر بخوایم لانگ بسازم اینا لانگ هم اینت میخوایم بسازم فقط میگیم for creating long variable کار که میکنم از لانگ استفاده میکنم نه به خاطر اینتیجر میسازم به خاطر اینتیجر نوشته کردیم خب فعلا ضرورت نداریم که شورت وارد شد میگم ما ال لارج مثلا نمبر مساوی شود و این را که هرچی اضافه میکنم مشکل خلق نمیکنه و میگم پس به من نشان بده هرچی که لانگ هرچی که مو ال نمبر یا لانگ نمبر است کلیرش میکنم میام در داخل کنسول جاوا اپ جاوا کل برنامه را پس به من دانه در کنسول نشان میده. خب اینال این طریقه ساخت وریبل که هر دیتا تایپ یا دیتا تایپ های شد. اینال ما کار میکنیم که وریبل ها بچی استفاده میشه. پیش از اینکه استفاده وریبل ها را بگیم اول باید یک چیز دیگر را بلد شیم که برش کانکاتینیتینگ یعنی وصل سازی میگه که دو جمله را یا دو وریبل میخوایم که دیگه یک جایشان کنیم که اینال به این خاطر که بتونم کانکاتینیتینگ کنم از مثبت و از کامه استفاده میکنم و در پرینتف که باز فرمت اسپسیفایر داریم که در پرینتف تشریح میدیم میخوای فقط مثبت و کامه. مثال ساده یک سیستم داتا اوت نوشته میکنم که فقط به من بگه که هلو این جمله را میخوایم یک جای کنم که my name is شبیر
سیوش میکنم. الوک از یک کوتیشن جدا و ایدیون که داخل یک کوتیشن جدا. وظیفه مثبت که است اینی را که تزنی یک جای میکنه. در داخل کنسول بریم نتیجه ارسال کنیم، نشان میده هلو my name is شبیر احمد شبیر. خب اینال اگر میجا بخوایم که تزی وریبل یک جای کنم، مثلا string name میسازیم مساوی شود به شبیر و این قسمت هم خب اینجا باید میکنن و این قسمت هم به خاطر که تزی را بتونم یک جای کنم از چی استفاده میکنیم؟ از نه. الان همون شکل چند دیتا تایپ دیگه h مساوی شود به 10 دیگه مثلا بولیان میسازیم as میل مساوی شود به 2 و دیگه مثلا دیتا تایپ دبل میسازم جی پی ای مساوی شود به 3.89 و دیگه کرکتر گرید میسازیم مساوی شود به گرید ای. فقط امیره چند کپی میگیرم 2 3 4 5 مثلا میگم که I am RGK ages مثبت years old my خب میگم که میل میگمش که میل مساوی شود به هرچی که ولیو در داخل چی هست میل است. اینجا میگیم برش که مثلا my GPA ما از هرچی که ولیو در GPS ایرا هم پس پاکش میکنم و این قسمت هم برش میگیم که my grade is grade ما هرچی که ولیو چی است grade است. کنترل سیو اس رنش میکنیم، میم ترمینال نو باز میکنم خواستانتر فامیده شوه. خب اینجا میگیم جاوا اپ دات جاوا رنش میکنم در داخل کنسول هلو شبیر I am 17 years old میل مساوی به true my GPA از نقدر my grade است این چیز. خب اینجا یک مشکل داره که اینجا فاصله ایجاد نکردیم، یک فاصله میتیم پاکش میکنم میایم سیو میکنم خوش پس در کنسول به من نشان میده. الان ما گفتیم وریبل ها که قابل تغییر است یعنی موقتی است. اگر ما شبیه تغییر بدم مثلا به فکر کنیم که لیا مسی سی است سنش از 18 تغییر میتم مثلا به 38 سال مثلا اوریدش هم مثلا 4 میسازیم و گریدش هم مثلا بی میسازیم. وقتی که من بیایم رن کنم فقط نتیجه را متوجه باشن که کل چیز نظر به وریبل ها تغییر. خب این از درس امروزی که چه قسم در زبان برنامه نویسی جاوا وریبل ساخته میشه چه قسم میتونم ازشان استفاده